تحدث هذه الظاهرة مرتين في السنة احیانا. این پدیده 2 بار در سال گاهی اتفاق می افتد. تحدث اینجا معنیشو گفتیم، یعنی اتفاق می افتد. اما چرا اینجا به شکل مذکر اومده یه گرفته؟ چون مترک فاعلشه مذکره، ولی اینجا چون فاعلش میشه هذهی و مؤنثه، فعل هم به شکل مؤنث حرف مضارعش شده ته. مرتین مثنای مرت یعنی 1 بار، ولی چون یا و نون مثنا گرفته میشه 2 بار. فسنت در سال، احیانا گاهی این پدیده 2 بار در سال اتفاق میافتد. فیشاهد الناس غیمة سوداء عظیمة و رعدا و برقا و ریاحا قویة و مطرا شدیدا لمدت ساعتین او اکثر. پس مردم یک ابر سیاه بزرگ و رعد و برق و بادهایی قوی و بارانی شدید به مدت 2 ساعت یا بیشتر مشاهده می کنند. خب یشاهدو که گفتیم فعل مضارع، قیمت یعنی ابر، سودا یعنی سیاه، مذکرش میشه اسود، سودا مؤنثشه. چون اینجا صفت برای قیمت قرار گرفته و قیمت مؤنثه، صفت هم به شکل مؤنث اومده. ریاحن جمع مکسره. ساعتین ساعت یعنی 1 ساعت، اینجا یا و نون گرفته میشه مثنا 2 ساعت. او یعنی یا، اکثر یعنی بیشتر. ثم تصبح الارض مفروشة بالاسماک. تصبح یعنی می شود، فعل مضارع بچه ها، با صبح اشتباه نگیرین. تصبح یعنی می شود، فعل مضارع مترادف یسیر. مفروشتن یعنی پوشیده، فرش شده هم معنی میده، منتها شما باید کلمه رو با توجه به جمله ترجمه کنید. اینجا نمیتونیم بگیم که زمین فرش شده با ماهی هاست، میگیم پوشیده با ماهی ها تصبح می شود. پس یأخذها الناس لطبخها و تناولها. طبخ یعنی پختن، تناول یعنی خوردن، مصدر باب تفاعل. یأخذ فعل مضارع، ناس مردم که میشه فاعل. پس مردم آنها را، اینها به ماهی ها برمیگرده. هر چیزی که در زبان عربی جمع مکسر باشه، جمع غیر انسان باشه، در واقع نه جمع مکسر، جمع غیر انسان باشه، مثل اسماک، ضمیرش، فعلش، اسم اشارهش به شکل مفرد مؤنث میاد، یعنی انگار مفرد مؤنث، اونجوری باش رفتار میکنیم. پس اینها به ماهی ها برمیگرده. ترجمه میکنیم پس مردم آنها را، یعنی این ماهی ها را، برای پختنشان و خوردنشان میبرند یا میگیرند. اخذه هم معنی بردن میده، هم معنی گرفتن میده، هم معنی برداشتن میده. حاول العلماء معرفت سر تلك ظاهرة العجیبه. دانشمندان برای شناخت راز آن پدیده عجیب تلاش کردند. حاول فعل ماضیه، یعنی تلاش کردن، باب مفاعلته. حاول یحاول، حاول محاولت.
علما جمع مکسر مفردش میشه علیم. البته عالم هم میتونیم بگیم، یعنی دانشمند. حاول مترادفش میشه سعی، یعنی تلاش کرد. بچه یه نکته، در زبان عربی یه هم کوچیک هم بزرگ نقطه میگیرن. اگر دیدید که نقطه نگرفته بود، این یه خونده نمیشه، این الف خونده میشه. سعی. فأرسلوا فریقا لزیارة المکان و تعرف علی الاسماک التي تتساقط علی الارض بعد هذه الامطار الشدیده. ارسلوا فعل ماضی باب افعال. فریق هم معنی تیم میده، معنی گروه میده. تعرف مصدر باب تفعله، یعنی شناختن. امطار مفردش میشه مطر، جمع مکسر یعنی باران ها. پس گروهی را برای دیدن آن مکان، زیارت یعنی دیدن، برای دیدن آن مکان و شناختن ماهی هایی که بعد از این باران های شدید پی در پی بر زمین میافتند فرستادند. فوجدوا ان اکثر الاسماک المنتشرة علی الارض من نوع واحد. پس وجدوا فعل ماضیه، پس یافتن، ان یعنی که بیشتر ماهی های پخش شده بر روی زمین از یک جنس هستند. ولكن الغريب في الأمر أن الأسماك ليست متعلقة بالمياه المجاورة، بل بمياه المحيط الأطلسي الذي يبعد مسافة 200 کیلومتر عن محل سقوط الاسماک. غریب یعنی عجیب، فی الامر یعنی در این ماجرا، در این قضیه. لیست نیست. میاه یعنی آبها، جمع مکسره، مفردش میشه ماء یعنی آب. محیط الاطلسی، محیط یعنی اقیانوس، اطلسی هم یعنی اطلس. یبعد دور می شود. مسافت فاصله. مئتی، این مئتین بوده. ببینید بچه ها، مئت یعنی 100. مثنا که میشه یا و نون گرفته، میشه مئتین، 2 تا 100 میشه 200. حالا اسمی که مثنا هست یا جمع سالم مذکره که خب میدونیم این دوتا آخرشون یا و نون میگیرن. حالا برای مثنا نونش کسره داره، برای جمع مذکر نونش فتحه داره. اینو وقتی مضاف الیه میگیرن، یعنی به یک کلمه دیگه ای اضافه میشن، این نونشون میفته. پس الان اینجا این مئتین بوده، چون به کیلومتر اضافه شده نونش حذف شده. ولی حالا ترجمه، ولی نکته عجیب در این قضیه این است که ماهی ها متعلق به آبهای مجاور نیستند، بلکه متعلق به آبهای اقیانوس اطلس هستند که فاصله 200 کیلومتری از مکان افتادن ماهی ها دور می شوند. بعد یعنی دور شد، یبعد دور می شوند. ما هو سبب تشکیل هذه الظاهره؟ علت تشکیل یا به وجود آمدن این پدیده چیست؟ ما هو یحدث اعصار شدید فیسحب الاسماک الى السماء بقوة ويأخذها إلى مكان بعيد وعندما يفقد سرعته تتساقط على الأرض. اعصار یعنی طوفان، گردباد.
طوفان شدیدی یا گردباد شدیدی اتفاق می‌افتد. پس ماهی ها را با قوت، با قدرت به سمت آسمان می‌کشد. یسحب فعل مضارعه یعنی می‌کشد و آنها را به جایی دور میبرد. یأخذون فعل مضارعه. و هنگامی که هنگامی که مترادف لما هست، هنگامی که سرعتش را از دست میدهد، یفقد فعل مضارعه. مصدرش تو فارسی استفاده میشه، میگیم فقدان یعنی از دست دادن. یفقد و از دست میدهد. هنگامی که سرعتش را از دست میدهد بر روی زمین پی در پی میافتند. یحتفل الناس فی الهندوراس بهذا الیوم سنویا. مردم در هندوراس این روز را سالانه جشن میگیرند، یعنی هر سال این روز را جشن میگیرند. یحتفل فعل مضارع باب افتعال. احتفل یحتفل احتفل و مصدرش هم میشه احتفال یعنی جشن گرفتن. و یسمونه مهرجان مطر السمک. و آن را مهرجان یعنی جشنواره، فستیوال، میتونیم بگیم که هم خانواده احتفاله. و آن را جشنواره باران ماهی مینامند. مهرجان بچه ها کلمه در اصل فارسی بوده. مهرگان، جشن مهرگان، جشنهای باستانی ایران که در ماه مهر برگزار می شده. بعد این کلمه وارد زبان عربی شده، چون حرف گ نداشتن شده مهرجان. موفق و مؤید باشید.